سنه 4 ایولی سال 2021 والدان اینایتووا رفایده ولیونا سال تولدش 2013 استقامت کنندگان جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی با مقامات میلیسیا اوید بی‌درغ غیب زدن فرزند نابالغ خود با عریضه مراجعه نمودند. نام برده همچون نفری بینام نشان گم شده در کوفتکوف قرار داشت. در نتیجه دور نمودن چاره‌بینی جستجویی و پرسش‌های اپراتیوی کارمندان میلیسیا جسدی سر از تن جدای نابالغ را در داخل حجتخانه منزل استقامتی همسایه آنها پیدا نمودند. معلوم گردید که نابالغ به نام نشان غیب نزده است، بلکه با یک بیرحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شده است. همچون گمانبر در صادر کردن جنایتی مخصوصا وزنین از جانب کارمندان شعبه کشادن جنایت‌های مخصوصا مهم ریاست کوفتکوف جنایتی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی شهروند گادویو رحمت الله اسرائیلوویچ سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی جماعت دهاتی نوآباد کوچه رودکی بینه 52 حجره 11 که در همسایگی جربیدگان زندگی میکرد معین و دستگیر کرده شد. طبق نشاندادی دستگیر شده نابالغ همسال دختری او بوده است و پیوسته در منزل استقامتی آنها همسالان با هم بازی میکردند. آن روز نیز با همین مقصد نابالغ مرحوم به خانه همسایه آمده بود، ولی گادویو رحمت الله که در حالت مستی قرار داشته است از نبودن دیگر اعضایان عائله استفاده نموده با استفاده زورآوری با راهی بوغی کردن به ناموس دختری نابالغ دست درازی کرده سپس با کارد خواجگیداری نابالغ را به هلاکت رسانیده است. با همه تچ کردم که همش نه انا پنج دوما سرش ریسک کرد. وقت میبینم خیلی غلط ده چیزش سرش مولد. پس از صادر کردن این جنایت مدهش و ننگاور گادویو رحمت الله برای از بین بردن ایزی جنایت جسد نابالغ را به داخل حاجتخانه نزد منزل استقامتیشان پرتافته با خاک و ریگ بالای جسد را پوشانیده است و خونهای ریخته نابالغ را با آب شسته پاک کرده است. حالتهای مذکور از آن شهادت می‌دهد که گمانبر شده گرچند مشروبات اسپریتی استعمال کرده باشد هم ولی رفتار و کردار خود را درک کرده میتوانست از طرف دیگر در حالت مستی صادر کردن جنایت جوابگری جنایتی را وزنین‌تر می‌نماید. این همون منزل استقامتی است که نابالغ 8 ساله به امید بازی با همسالان خود وارد گردید و قربانی کردارهای بداخلاقانه و ناجوانمردانه صاحبخانه گشت. ما از همین در و دیوار شاهد بی‌واسطه فریاد و ناله و شیونهای نابالغ بودند. بداخلاق حیوان سرشت برای قانع نمودن نفس شهوانی خویش نابالغ را تجاوز و سپس با استفاده از کارد به هلاکت رسانید. کارکردهای اپراتیوی میلیسیا نتیجه داد. جنایت مذکور در گرماگرمی آشکار و صادر کننده آن در حال دستگیر کرده شد. حادثه مذکور باعث نگرانی اهل جامعه بخصوص استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی گردید. هر کدام از مقامات طلب می‌نمایند که به صادر کننده جنایتی گوش نشنید جزای سنگین پیشنهاد کرده شود. وابسته به جنایت مذکور نسبت گادویو رحمت الله در اساس ماده‌های 104 و 138 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نام برده در حبس پیشگی قرار دارد. تفتیشات پیشگی جنایتی مذکور از جانب مقامات پروکراتوره به راه مانده شده است.